بعضی ها فکر میکنن به مجردی که مریضی به من مسلمان رسید من بنده مطرود اللهیم، خدا مرا دوست ندارد. دیده خوب داشته باشیم، نگرش درست داشته باشیم، حسن ظن با پروردگار خود داشته باشیم. الله خیلی بندگان خود را دوست دارد. ولو که مریضم بشی الله تو را دوست دارد. حضرت ایوب علیه السلام 18 سال بیمار می شود بی یک روایت. 18 سال نبی خدا بزرگ محبوب رب العزت و الجلال 18 سال بیمار می شود. چه کار میکنه حضرت ایوب علیه السلام؟ با خدا شکایت میکند. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر. ایوب ندا کرد، ما را خواند، ما را فریاد زد، الله را صدا کرد، گفت خدایا ضر برای من رسیده، مشکلات برای من رسیده. بنده بیمار تو هم ایوب از اعماق مریضی ها تو را صدا می کنم، از اعماق دردها و آلام و رنجها تو را صدا می کنم. بعد از 18 سال بیماری شکایتم را به سوی تو می کنم. و انت ارحم الراحمین، تو مهربان ترین مهربانا هستی، تو ارحم الراحمینی. ایوب در حالت بیماری فریاد میزنه که خدایا تو ارحم الراحمینی، ولو که من ایوب را بیمار کردی، در بستر بیماری 18 سال افتاده‌ام، اما تو صفت تو رحمه، تو تغییر نکردی، تو رحمانی، تو رحیمی، تو ارحم الراحمین. من بیمارم اما تو که ارحم الراحمینی. از درونم مریضی ها فریاد رب العزت و الجلال را میزند. و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمینی. خدایا اگر مریضی هم فرستادی ناشکری نمی کنم، همون بنده تو هم، همون بنده‌ای که برای من سلامتی دادی، ولی حالا اگر مریضی هم آمده همون بنده تو هم، تو را با صفت رحمان و رحیمت میخوانم. از بندگیت بیرون نمیشوم. من که دیگر ذات ندارم پیشش برم بگم حالا بنده تو میشوم، اون را رها میکنم. من که یک مالک و یک رب داشتم و دارم. و انت ارحم الراحمین، تو همون خدایی ارحم الراحمینی و منم ایوب بیمار. بنده همون بنده باید باشد. وقت سالمم هستی همون بنده باش، وقت الله تو را بیمار میکند همون بنده باش. تغییر نکن. نگو وقتی مریضی آمد دیگه خدا را من نمیخوانم. تو جز خدا کسی را نداری، من جز خدا کسی را نداریم. ما هیچ کدام غیر از رب العزت و الجلال هیچ خدایی، هیچ معبودی، هیچ ربی و هیچ مولایی سراغ نداریم. این نبی خداست که میگه خدایا تو رب منی، تو مشکل من حل کن، من شکایتم را به سوی تو میکنم.